خوش اومدید به یک آنالیز هفتگی دیگه. میریم که اخبار جنجالی این هفته رو بررسی بکنیم. هفته گذشته بازارها به شدت تحت تاثیر تنش‌های ژئوپلیتیکی قرار گرفته بودند و این رویدادها به طوری محسوس بر احساسات بازار و تحمل ریسک تاثیر گذاشته بود. در ابتدای هفته تحت تاثیر این تغییرات سیاست‌های پولی آمریکا سود بردن و رشد کردند. حالا اکثر مقامات فدرال رزرو حفظ نرخ‌های بهره بالا رو حمایت می‌کنن، چون تورم نشانه‌هایی از بازگشت رو از خودش نشون داده و اونا رو در مورد در مورد کاهش نرخ در سال جاری محتاط کرده. در اروپا هم یورو هم پوند انگلیس روند کاهشی تورم را از خودشون منعکس کردن و راهو برای کاهش نرخ بهره توسط بانک مرکزی اروپا در ژوئن باز کردن و احتمال کاهش نرخ بهره توی آگوست هم بیشتر شده. تو همین حال داده‌های بازار کار نشون دهنده کاهش رشد تو بریتانیا بوده. ین ژاپن در برابر دلار به پایین‌ترین حد خودش در 34 سال گذشته رسیده. به نظر میرسه که بازارها در حال قیمت‌گذاری در شرایط واگرایی سیاست فد و بانک مرکزی ژاپن و البته سایر بانک‌های مرکزی هستند. مقامات ژاپنی به لزوم مداخلات احتمالی اشاره کردند. اقتصاد چین هم رشدی قوی‌تر از حد خودش رو در 3 ماه اول گزارش داده و این رشد علیرغم چالش‌های موجود در بازار مسکن که احساسات عمومی رو نزولی می‌کنه گزارش شده. طلا به عنوان یکی از برندگان اصلی تنش بین ایران و اسرائیل ظاهر شده و به عنوان یک پناهگاه امن به اوج تاریخی جدید خودش رسیده. در مقابلش بازار نفت علیرغم نوسانات بالا روند نزولی رو داشته، چون بازارها برای شرایط ژئوپلیتیکی فعلی نرخ افزوده‌ای رو در نظر نگرفتن. در این هفته آمریکا قرار موجی از داده‌های اقتصادی از جمله PMI در هر دو بخش خدمات و تولید، ارقام تولید ناخالص داخلی برای سنجش انعطاف‌پذیری اقتصادی با اعلام داده‌های کالای با دوام منتشر بشه. همچنین توی روز جمعه هم قرار PCE روند تورم رو تعیین می‌کنه منتشر بشه. به طور مشابه توی بریتانیا و اتحادیه اروپا هم به ترتیب داده‌های مهم PMI و اقلیم تجاری IFO هم برای آلمان منتشر میشه. ژاپن هم داده‌های PMI در کنار تصمیم بورژ یعنی بانک مرکزی ژاپن در مورد تعیین نرخ بهره منتشر میشه که انتظار میره بدون تغییر باقی بمونه. علاوه بر این استرالیا هم داده‌های مهمی مثل تورم از جمله ارقام PPI به دقت بررسی میشه. ممنونم که تا آخر این آنالیز همراه ما بودید. اگر میخواد از اخبار اقتصادی روز دنیا با خبر بشین، حتما اینستاگرام ما رو فالو داشته باشین، کانال یوتیوب ما رو سابسکرایب کنید و نظرات خودتون رو با ما به اشتراک بذارید.